به همه بچه‌ها، امیدوارم که حالتون عالی باشه. اگه علاقه‌مند به حواشی و اتفاقهایی هستی که توی فضای مجازی میفته، حتما کانال ما رو سابسکرایب کن و به دوستان خودتون معرفی کنید. همین ابتدا ویدیو رو لایک کن که بریم ببینیم چه خبره. توی چند ویدیوی قبل به حواشی که بین پیام و فرشاد سایلنت اتفاق افتاده بود اشاره کردیم. پیام همون یوتیوبریه که به فرشاد سایلنت تهمت دزدی زده بود و بعد از واکنش فرشاد سایلنت که خودش رو بیگناه جلوه داده بود و گفته بود که این آدم خیلی نمک نشناسه، حالا پیام توی ویدیویی به اون حواشی واکنش نشون داده و گفته که فرشاد هرچی گفته دروغ و داستانو جور دیگه جلوه داده. حالا پیام به پاسخ فرشاد سایلنت ریاکشن میده و دروغاشو دونه بدونه توضیح میده. الان فقط یه چیزی اطلاع رسانی کنم چون اصلا ارزشش رو نداره که بخوام مثلا زیاد راجع بهش صحبت. معلومه که ارزش نداره برای تو، اون پول منه، برای تو ارزش نداره دیگه. و خودت هم میدونی اگه بیشتر بیا راجعش حرف بزنی بیشتر گندش در میاد. اصلا نمیخواستم هیچی بگم، ولی گفتم نمیخواستی راجعش حرف بزنی چون فکر نمی‌کردی اصلا ویدیو اینجوری پخش شه، ولی خدا رو شکر پخش شد و همه فهمیدن چه کلاهبرداری هستی. یه بنده خدایی قرار بود من براش کار تبلیغاتی انجام بدم، یه دونه استوری 15 20 ثانیه‌ای $500، چه میدونم پست تبلیغاتی ما با شرکت کار می‌کنیم رو $3000 ایناست، و یعنی فقط یه پست، فقط یه استوری. خب دروغ اول بچا، چجوری یه تبلیغ دائمی تو یوتیوب $2000 ولی تبلیغ تو اینستاگرام استوری یا هر چیزی که پاک میشه $3000؟ داره یه چیزی میگه که ماسمالی کنه قضیه رو بره، ولی خب حالا این دروغ اول. بعد پیج من یه تایمی دست ادمین از خدا بی خبری بود. دروغ دوم، همونطور که دیدین بچا ویدیو قبلی که من گذاشتم، این که من بالا بهتون نشون دادم که کلا دست خودش هم بوده و دست خودش هم هست. به همین راحتی بچا وارد پیج من میشید، میرید تو قسمت فالوینگا و همینطوری یکی یکی ببینید یه ذره بزنم عقب، یه زوم بکنم. این گوشه تصویر نکن. این آرم کدوم پیجه؟ این آرم همون پیجه که من بهش مسیج دادم، به قول خودش ادمینشه، دست خودشه. بعد چقدر کارتو پس بیدار و پیکره، یه ادمین یه جایی اومده این کارو کرده، یعنی داش انقدر کارتو بیدار و پیکره اصلا خبر نداری چی بوده انگار یکی از مثلا تو راه اومده این حرکت زده رفته که آقا یه حالت تبلیغ با یه بنده خدایی میبنده $2000 بده که فقط من بین یکی از ویدیوهای پر ویو مثلا من برای 2 تا تبلیغ پول دادم، نه برای یه تبلیغ. اینم مدرک. این دروغ سوم. ببینید تو همینجاش چند تا 3 تا دروغ گرفتیم ازش، یعنی هر جمله دروغ گفته که تازه 20% از اون پول خود ادمینه برداشت. این دروغ چهارم، 20% پول ادمینه برداشت. ببین من اونجا بودم به من گفت 40-50% پول برداشت. کلا اصلا انگار پول اصلا به دستش نرسید بود. من اونجا بودم چند دقیقه دیگه دست من مثلا یه چی هست مثلا اینجوری اومد به من گفت اونجا. و حالا اینم مثلا بذار اینم بذار کنار. اصلا تو حساب کتابی که با ادمین داری الان چه ربطی داره به من؟ چه ربطی به مسئله من داره اصلا؟ و سری برای من فرستاد گفت بیا این 1600 تا رو بگیر و برای فلانی تبلیغ بزن. ما گفتیم آقا بیا انجام داده و اینا اوکی. او دروغ پنجم. پس ادمینت اومده این پولو به تو داده و گفته راجع به من آقا این پول واسه اینه و بیا این کارو انجام بده، تو هم گفتی اوکی. خب آقا اینو نگاه کن، ببین تو چت اولش که من با فرض کردم چی به من گفته داشت مثلا خبر ندارم از این ماجرا، اصلا نمیدونم داستان چیه، خودت چتو بخون. ولی اینجا داره میگه میدونستم داستان چیه و پول اومده بود تو حساب، میدونستم جریان چیه. ببین اینجا خودش لو داد، ایشون پس خبردار بوده یه پولی اومده به حساب، یه کاری اومد واسه من انجام میداده و اصلا نه پیگیری کرده نه اومده جواب منو بده، پس این خبردار بوده. یعنی ببین اینجا خودش داره اعتراف میکنه قشنگ. فکر کنم تو ذهنش این بود که ولش کن پولش خورده دیگه، این یارم کسی نیست که مثلا نمیاد چیزی بگه. ما گفتیم آقا بیا انجام داده و اینا اوکی. حالا اون دروغ پنجم که تو بالا با خبر بودی از این قضیه، دروغ ششم تو میگی آره من میدونستم گفتم اوکی و اینا مثلا بیا انجام بدیم، در حالی که این قضیه نبوده. من خودم پیگیری کردم، خودم اومدم ایمیل زدم، مسیج دادم، اینقدر تو جوابگو نبودی. تو الان داری میگی نه اوکی، من گفتم اوکی و فلان، اینا نداشت اصلا جواب ندادی، تو پولا خورده بودی اصلا جوابگو نبودی تا من خودم پیگیری کردم. طرف به من گفت که آقا مثلا افتتاحیه گیم نت من میخوام بیام دبی و فلان و بیسار و اینا. دروغ هشتم، تو به من گفتی بیا دبی افتتاحیه مغازم، من گفتم فقط من میتونم بیام دبی ویدیو رو با هم ببینم. بردمش توی خونم، یعنی آوردمش توی خونه زندگیم پای سیستم خودم. طرف اومد تو خونه زندگی من، تو محل کارت خونته، تو منو دعوت نکرده بودی که بیام اونجا به صرف شام و شیرینی یا مثلا مهمونی یا داستانی. ببین خیلی از آدما محل کارشون خونه‌شونه. تو فکر کن یه آرایشگری که تو خونه مثلا مو میزنه، مشتری میاد تو خونه موشو میزنه، بعد به زور روز آخری رفتیم خونت، ویدیو رو گرفتیم، مثلا من انداختم پایین رفتم تو اتاق، ویدیو رو گرفتیم، سرم انداختم رفتم بیرون، نه لیوان آبی اونجا خوردم، نه نمکی با هم داریم، نه منو دعوت کردی خونت، اونجا محل کارت بود، ما یه قرار کاری داشتیم. خودم باش ویدیوی یوتیوب گرفتم. بعدم پیشنهاد خودت بود، قبل از اینکه اصلا برم دبی، اینقدر که منو خلاف کردی، به خاطر جبرانش اومدی گفتی بیا ویدیو با هم بگیریم. یعنی یه چیزی که 10 برابر اون چیزی که پول داده ارزششو داره. داداش یک بار دیگه من قیمتی که اون روز تو مشخص کردی و بدون هیچ معطلی بهت دادم، تمام و کمال، بدون هیچ چونه زدنی، هیچ داستانی. من نمیدونم شاید این حرفا گرفته نرخ جدیده، من نمیدونم. من اون زمان اون روز تو اینو من گفتیم من مبلغ پرداخت کردم، تو الان بیا بگو اون کار 300 میلیارد بود اصلا چه ربطی داره؟ طرف خوشو من گفتم دیدم چقدر پسر خوبیه فلان بیسار اینا، اومد توی گیم نت با دوستای دیگه هم سام صابری بود، علی زلزله بود، بقیه بچه‌ها بودن. با
وایس من آروم شم. دروغ نهم، تو اصلا منو معرفی نکردی به کسی، تو خودت تو گیم نت داشتی راه میرفتی، بعد اونها اومده بودن گیم نتت، من خودم اونجا سلام علیک کردم چون اونها رو میشناختم، با اونا آشنا شد، رفت و آمد کرد. دروغ دهم، اینجا داره میگه رفت و آمد کردی با رفیقای من. ببین بچه‌ها من صبح تا شب تو گیم نت الاف بودم، بعد شب اینا واسه خودشون برنامه داشتن، بعد شب که شد اینا می‌خواستم برم برنامه‌شون، دیگه تعارف و اینا بچه‌ها علیزاده و سامساری اومدن، من گفتم آقا پیام شما میای و اینا که منم رفتم، وگرنه این نبود که فرشاد بگه پیام بیا بریم اینجا و فلان و اینا. خلاصه یعنی یه طرف اومد تو خونه زندگی من. من اینقدر پسر خوبی به جای اینکه یه ویدیوی 10-15 ثانیه‌ای براش رکورد کنم وسط ویدیو بگم. وایس بذار من آروم شم دوباره. دروغ 11ام، طرف اومد تو خونه زندگی من وقتی دیدم چقدر بچه خوبیه اومدم باهاش ویدیو گرفتم. اینجا داره اینو میگه دیگه، من دیدم اونجا چقدر بچه خوبیه اومدم باهاش ویدیو گرفتم. فرشاد قبل از اینکه منو ببینه قرارمون این بود که ویدیو بگیره. الان داره یه چیزی میگه که انگار من رفتم اونجا بعد مثلا گفت آها چه پسر خوبیه بیا با هم ویدیو بگیریم. داداش تو خودت اومدی به من گفتی بیا ویدیو بگیریم به خاطر اینکه منو خیلی الاف کردی. اینم چتش. و اونجایی هم که فرشاد میگه من براش ویدیو رو گرفتم 60 کا ویو خورد 1000 تا سابو رو رد کرد مانیتایز شد. پیام گفته فرشاد خندت نگرفتیم ویدیو رو داشتی ضبط می‌کردی؟ داداش من واقعا از تو سوال دارم چرا داری مسئله رو عوض می‌کنی؟ من یه پولی دادم یه قول و قراری داشتیم انجام ندادی و پولم هم پس ندادی عزیز من. دیگه کلاهبرداری بالاتر از این داریم؟ بعد تازه من توی کامیونیتی شیر کردم، کامیونیتی پستم، بعد استوری کردم. چرا داری یه جوری حرف میزنی که انگار اضافه بر سازمان یه کاری انجام دادی؟ داداش قرارمون این بوده پولو گرفتی از من ویدیو بگیریم بذاری تو چنل تبلیغشو بکنی. قرارمون این بود. قرارمون بعدش این بود که گفتی نه بذاریم تو چنل خودت. من گفتم اگه تبلیغ دائمی میکنی باشه. اگه میگفتی تبلیغش نمیکنه من میگفتم نمیخوام پولمو پس بده. چون من پولو دادم واسه تبلیغ دائمی. بعد فرشاد داره میگه افتادم تو این داستان مهاجرت تو آمریکا و این داستانا. این بنده خدا مسیج میداد وایس میداد من اصلا تلگرامم نوتیف آفه. پیام گفته که ببینید بچه‌ها این اصلا من دیگه نیاز نیست بهتون بگم که این یکی از دروغاشه. اینو که فکر نکنم نیازی باشه که بگم. ولی اینم دروغ چندمش میشه؟ دروغ 12ام. تو نوتیف آف تلگرامت بعد برای چی پس تلگرامت تو به من میدی میگی اونجا بیا با هم حرف بزنیم؟ برای چی پس اصلا تبلیغات میدی بیرون که آقا بیاید تبلیغات اگه دارید به من بدید؟ برای اینکه بیای بعد جوابشونو بدی. بعد میگی نوتیف آف بوده نتونستن جوابتو بدم. تو حساب منو دووندی نوتیف آف بوده تلگرامت. فرشاد میگه که بنده خدا این مسیج میداد وایس میداد اصلا تلگرامم نوتیف آفه. پس خودش هم اینجا داره میگه آره این بنده خدا یه مسیج میداد به من که چرا کارو انجام ندادی؟ چرا اینجوری شده؟ من اصلا نوتیف آف بوده. من اصلا حسابش نمی‌کردم. تو وقت تبلیغات داری میگیری کارو نصف انجام میدی بعد میگی نوتیف آف بوده. دلیلت اینه؟ خیلی بی‌مسئولیتی خدایی. بعدش هم بیاید بشمارید ایشون که داره میگه من وقت ندارم و تو مهاجرت بودم نرسیدم این کارو بکنم. بیاید نگاه کنید اونجایی که میگه دیگه وقت نداشتم ویدیو بگیرم دروغه. چون بعد از اون داستانا توی چنلش کلی ویدیو آپلود کرده. وقت نداشته اینم دروغه. کامیونیتی پست من که توی یوتیوب تبلیغاتی نیست. این دروغ 13ام. قبل از اینکه این پول اصلا بگیره یا اصلا اونجا بیاد به من قول و قرار بذاره بچا این چتش هست که اینجا به من گفته که خودش تو کامیونیتی میذارم. بعد اونجا صفحه شخصی منه من توش مطالب مینویسم فلان اینا. بعد تو داری اینجا الان داری خودت میگی آره من مطالب میذارم توشو به خاطر همین پاک کردم. خب تو قبل از اینکه پول تبلیغو بگیری یا تبلیغات بگیری این حرفو میومدی به من میزدی. من دیگه پولو به تو نمیدادم. حالا من اونو اضافه بر سازمان برای تو گذاشتم. اینجاشم دروغه. اضافه بر سازمان گذاشتم و اضافه از سازمان تو کاری نکردی. اینم مدرک قرارم این بوده. بعد گفتم وسط یکی از ویدیوهای پربازیدم ویدیو تو رو میذارم که اونم نذاشتی. خب بچا به نظرتون حق با فرشاد یا پیام؟ حتما توی کامنت ها برامون بنویسید. اگرم به حواشی و اتفاقایی که توی فضای مجازی میفته علاقه‌مند هستید حتما پیج ما رو فالو کنین و به دوستای خودتون معرفی کنین. لایک فراموشت نشه. خدا نگهدار.